تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. زن و غول. گلی بابونه اولهای ماه می میشکفت. اول گلهای یاله ناز، بعد گلهای پشته ساز و در آخر گلهای تیغه باز سپیدی می نمودند. چنان سپیدی می نمودند که کلی کوه شیدنزا خرمن بابونه را می ماند. در شیر مهتاب نمی دانستید کجا بابونه‌زار و کجا ستاره‌زار، زمین و آسمان یک رنگ می شد. در همین گونه شبها از دره غولان و بابونه‌زار غول می آمد. این غول نیز چون همه غولان بد هیبت و عظمت بود و بجای لباس تنش را پشم قفس پوشیده، فرق این غول از غولان دیگر همین بود که وی روزانه به مثل همخیلان خود به هر غار و مغا پنهان شده خواب نمی رفت، بلکه دیدگاهی بیخف یافته مردم ده را تماشا می کرد. از این تماشاها مردم ده را شناخته به بعض عادتهای آنها سرفهم رفته بود. بعد غولک ما خود بیخبر با یک زنک این ده عاشق شد. در بین همخیلان او مفهوم چون عشق و محبت معمول نبود. همخیلان او با خوش کرده خود خفت و خیز می کردند. البته اینجا اشاره اول باید از البستی ها می شد. غولک ما نیز قبل از شیدایی با یک البستی بجل غل زده می خوابید. بعد خود را کنار می گرفت و به اشاره های معشوقش اعتنا نمی کرد. البستی از این رفتار او سخت رنجیده دندان تیز می کرد که به سر غولک یگان بلا می آرد. اما غول پروای این همه نداشت. وی که عشق نام دردی را حس می کرد نزدی همحیلان خود سینه دمانده می گشت و پیش نظرش کوه قاف نخودکی را می ماند. غولک سری وزینش را روی دستانی پشمینش گذاشته اندیشه می کرد که با کدام را دل زنک روستایی را به خود گرم سازد. وی می دید که موسم گلی بابونه دختران و پسران این دیه به یاله ناز می آیند و هر کدام گلی چیده فال می بیند. دوست می دارد، نمی دارد. رفت و به گلبرگ آخرین دوست می دارد افتد. چهره جوان یا دخترک چنان می شکفت که از تصویر آن غولک عاجز می ماند. اگر دوست نمی دارد افتد، غولک برابر آنها غم می خورد و حاضر بود پناهگاه خود را ترک گفته براید و آنها را تسلی دهد. غم مخورید، دفعه دیگر به مراد دلتان می افتد. اما غول بدن خود را به یاد می آورد و سری وقت خود را دست می گرفت. از الم موی تنش را می کند و فرا رسیدن شب را انتظار می شد. شب غول پناهگاه خود را ترک می گفت و به بابونه‌زار آمده برای خود فال می دید. و تا سحر بابونه چیده فال می دید و یگان بار هم دوست می دارد نمی افتاد. او را سری این کار هم خیلانش دیده دندانهایی از علف خوردن زردگشته خود را برهنه می کردند که این معنای زهرخند را داشت. اما غول ما که سرگرمی حل قسمت خود بود این تمسخرها را نمی دید. اگر می دید هم مال آنها را تنبیه دادن نداشت. زیرا غم دلش آنقدر بزرگ بود که مور را می ماند بر دوش کوه. فال دیدن او به همین منوال خیلی دوام کرد و با کوشش او و با کوشش وقت دیگر
در یاله ناز، در پشته ساز و تیغه باز گلی شکفته باقی نماند. غولک ما مجبور بود باز به دیداری بیبار تسکین یافته، کمی باشد هم به دلی سوخته خود مرهم مالد. وی روز چند بار ستیلی وزین را روی سر گذاشته از رود به خانهش آب بردنی دلداده‌اش را دیده غم میخورد که شوهر این بیچاره چقدر دلسنگ است. بر دوش زن خود چنین کاری وزین را وا میگذارد. غول کلن برداشتن علف‌های بدبوی را و نمیدونست که این علف‌ها تماکو نام دارند. کلن کردن از گرما و بوی بد بین جویک سرش را داشته نشستنی دلداده‌اش را دیده دلش ریش میشد. سخت خواهش در دلش پیدا میگشت که رود کلن را از دست زنک بگیرد. اول سری شوهر دلداده‌اش را وی علف دروی را بهانه کرده در سایه بیت غیل زده میخوابید. با کلن کوبد و سپس مرزه را کلن کند. لیکن باز به خاطر می آورد که او کیست و آنها کیستند. دندان به دندان مانده طاقت میکرد. وی غولی بیچاره هیچ فهمیده نمیتوانست که مردا برای چی اینقدر تنبلند و خوش رنج کشیدن ندارند. همه کارها را بر دوش بچگان و زنان واگذاشته‌اند. آنها در معرکه و سور کتگری کردن را خوش دارند. باز کسری کالخواست که آمد پیش از همه حاضر می شوند. عموما این بیکار خوجه ها به قول ما نمی فارید و تشنه کین بودند. شب وی به مرزی تماکو آمد، از بین جویک کلند پیدا کرده تا صبح همه جویک ها را کلند کرد. بعد باز به پناهگاهش آمده انتظار نتیجه کارش. بامداد زنک به کشتزار آمده مرزه کلند شده را دیده هیچ باورش نمی آمد. وی چندین بار مرزه را چرخ زده آخر به خلاصه آمد که شاید مردکش رحم او را خورده این کار را انجام داده باشد. از این رو با چهره شکوفایی طرفی بیت دوید که آنجا شوهرش جامه را ته کرده در تردد غیل زدن بود. بعدی چند غول دید که مرد و زن هر دو دوان جانب مرزی تماکو می شتابند. سری مرزه مردک پشت سر می خارید و چیزی نمی گفت. وی هم باور نداشت که کدام به سبب از خود دانسته این کار را کرده باشد. غولک ما از کار خود قناعتمند به مغاک در آمده خوابید. وی وقتی از خواب بیدار شد که شب رسیده و ماه شبی 14 طلوع کرده بود. غولک را فضولی رو گرفت و خواست رفته از خال آن 2 نفر خبر گیرد. وی که از بعض عادتهای حمیده و خالده این مردم با خبر بود، قبلا یک بغل گلهای کوهی چیده سپس پیراهه شناس را سرنشیب شد. به خانه آن 2 نفر نزدیک شد و هیاهو را شنید. مرد به اصرار از زن طلب میکرد که اقرار کند مرزی تماکو را کی کلند کرد. یا زن هشدار دارد و وی به خبر است. زن که بیچاره بالله و والله میگفت که عقل خودش نیز این کار را نمیگیرد. مردک باور نمیکرد. به خوراک روی خان دست نمیبرد. بالاخره آن هر دو زیری جاگه در آمدند. مرد نشان اعتراض به زن پشتش را گردانیده خواب رفت. غولی ما را کیفش پرید. واقعه غیر چشم داشتی او رنگ گرفت. از ترسی آنکه گلها به سری زنک بلای دیگری نارند آنها را پیش بالین زن چنان که قبلا عزم داشت نگذاشت. به آخر درازگوش پرتافت. درازگوش از ته دل هنگاه زنان نصف ده را بیدار کنان به او تشکر گفت. به هر حال به غولک ما چنین نمود. غولک به یاله ناز برگشت و چشمش به یک گلی بابونه از چنگ خود و از چنگ دیگران درمان مانده افتاد. بی خود به دست گیرید. برگشت و یک کند. دوست می دارد نمی دارد، دوست می دارد نمی دارد. با آخرین گلبرگ دوست می دارد افتاد. این چنان ناگهانی و عقل مگیری غول بود که بیچاره تا خیلی گرنگ بود. بعد به خود آمده از شادی دیک دیک جستن گرفت. دیک دیک جسته یاله ناز پشته ساز تیغه باز را چندین بار برآمده فرآمد. خود بیخبر چند هم حیل او که این دم پی روزی در اون نزدیکی ها بودند غول را در این حال دیده
انگشتی پشمینی اشارتشان را اول به سوی غول ما برده، بعد به سوی کله های خود برده تاب دادند که در زبان رمزی آن قاف معنای مغز سرش پلغده شده است را داشت. غولک ما از جست و خیز مانده شده به مغاک خود در آمده، روی شپه های خشک غیل زده خواب رفت. در خوابش دم به دم تبسم میکرد. معلوم بود که خواب شیرین میبیند. روزی دیگر غولک از دیدگاه خود مشاهده کرد که زنک ریسمان گرفته با پیراهه کوهی بالا می شود. دانست که برای هیزم می رود. هیزمجا را که می دانست از زن پیشتر آنجا رفته در گوشه پنهان شد. زنک ریسمان را به قد پرتافته پی جمع آوردن هیزم گشت و 2-3 دانه چوبی خشک را روی ریسمان گذاشت و باز پس با 2-3 چوبی دیگر نزد ریسمان آمد و روی آن یک پشتاره تیار را دیده خیلی در حیرت ماند. به اطراف و اکناف نگریست و کسی را ندید. ترسی یا توبه گویان درزه را سراسیمه بسته به پشت گرفت و پیراه را پایین شد. قریبی به ده رسیدن از دل گذران که به این زودی هیزم آوردنش باز سبب گمانهای شوهرش می شود. پشتره را به زمین مانده دم گرفت. در سری بیچاره زنک 100 تا سوال دور می زد و جواب به آن نمی آمد. غولک از کار خود شاد گشته به دیدگاه خود آمد. یک قبضه علف را که رهاره چیده بود با اشتها خورد و بعد دراز کشیده شکمخواران به اندیشه فرو رفت. اندیشه میکرد اکنون که فال نیک از بابونه گرفت وقتی آن از خود را به زنک نشان دهد درد دلش را کمی خالی کند، اما چطور روزانه خود را نشان دهد؟ بیم این کار را وی به دشواری هم باشد درک میکرد. از این رو قرار داد که شبانه وقت شوهری لندهوری زنک سخت در خواب است دلدادش را بدزدد. همین طورم کرد. زنک را از روی بام از پهلوی شوهرش دزدیده به یاله ناز آورد. چنون به آزار برداشته آورد که زنک حتی بیدار هم نشد. تنها پس از آن که غولک او را به زمین گذاشته خود دورتر رفته به ذوق نظاره کرد بیدار گشت. بیدار شد و در روبروی خود یک مخلوقی پشمینه بدهیبت را دیده از دهشت شخ شد. فقط نگاهی پرمهر تبسمی ساده غول وی را از فریاد زدن نگاه داشت. غولک بیدار شدن زنک را دیده با دست اشاره کرد که 1 دقیقه و در حقیقت پس از 1 دقیقه بغل گلهای کوهی چیده آمد. از این رفتار او زنکی بیچاره بیشتر در حیرت ماند. از آن روزی که زنک خود را شناخته بود یاد نداشت که کسی به او گل تحفه کرده باشد و از دست غول گلها را گرفت و انتظار شد که غولک باز چی نغمه ها میکند. غولک نزدی پایهای زنک نشست و آنها را مالیدن گرفت و چنان به آزار میمالید که این به زنک خیلی هم فارید. شوهری تنپروری او نوازش چی 2 دهن گپی نرمی نمیزد. بعد چند غولک موی سری زنک را خبر میگرفت. از روی گپ شبوشک میجوید. با ذوق از دل گذران زن. غولک در حقیقت شبوشک میگفت و اما آن را پیدا نکرده در حیرت میماند. وی سری پر شبوشکی البستی آشنا را به خاطر آورده مهرش به زن 1 برده می افزود. ساعت پس غولک زنک را به پشتش سوار کرده چارقابه او را این سو و آن سو می برد و این به زنک خیلی خوش می آمد. چونان خوش می آمد که وی ضعف کنان با پایهای شکمی سیرپشم خود را خله می کرد و غول هم هوا گرفته زودتر می داد. کارشان تا خروس بانگ به همین منوال بود. خروسی اولین گردنش را 7 وجب دراز کرده به تمام ده بانگ زد و زنک ترسی به غول با ایما و اشاره فهماند که بی وقت است و وی باید در خانه باشد وگرنه شوهرش بیدار گشته او را در پهلوی خود ندیده قیامت را قائم می کند. غول فرمان برده زنک را به مقابلتش اهمیت نداده سری کتفانش گرفت و دبدبان به ده آورد. سپس چون عاشقی وصال دیده خرسند و قناعتمند به مغاک خود برگشت. اکنون هر شب غول زنک را از روی بام از پهلوی شوهرش دزدیده به یاله ناز می آورد. آنها هر دو تا سپیده دم دلخوشی می کردند. دلخوشی می کردند و ولیکن یک گوشه دل زن سیاه بود. سیاه بود که رفت و سرش آشکار گردد. مردک روزش را سیاه. آشکار شدن سر
امری واقع بود. باری مردک دل شب از خواب بیدار شده زنک را در پهلوی خود ندیده به حاجت خیسته است گویان به پهلوی دیگر گشت. مرزه خود از خود کلند شده تماکو به یادش آمد و خوب از سرش برید. از بام فروماده زنک را نه در آغیل نه در خانه نه در حاجت جا پیدا نکرد. در دلش علاو افتاد. گفتم این زنک بی بلا نیست. انتظار شد چوب گرفته دستانش را مالیده علمی در وجودش بوده را کافته یافته دندانهایش را برهم سابیده قریبی سپیددم از کوه فرآمدن سایه را دید. آن سایه را هشداری زنش تخمین کرده چوب را سری کیف گرفته آماده شد. مادری زارش را نشان می‌دهد، اما مادری زارش را نشان نداد. آنچه او دید هوش از سرش ربود و چوب از دستش. مردی پشمین دید چون چنار زنش را دید سری کتفان چنار نشسته. این منظره عقل گیر نبود و در تصور نمی گنجید. غول و زنک نیز مرد را دیده ترسیدند. غول زنک را به زمین مانده نگران شد که چی می شود. زنک با اشاره کرد که برود. غول ناچار اطاعت کرد. غولک دور شد و مردک به خود آمد و به زنک در افتاد. زیری مشت و لگد گرفت. چونان زیری مشت و لگد گرفت که قریب جان تنی ناتوان اون بیچاره را پدرود گفته بود. پدرود هم می گفت اگر زنک به خالش استوار مانده فریاد نمی کرد، ولیکن طاقتش طاق گشت و فریاد کردن زن همان بود و به سوی کلوله شدن مرد همان. غول که دلش گمانی بد برده بود پسی دیواری کاخدان می ایستاد. به امداد رسید. بعد زنی افگار را به پشت گرفته به مغاک خود راه شد. آن روز شوهر زنک با چند مرد دیگر با تیر و تفنگ غول و زن را در هر غار و مغاک جستند و نیافتند. 40 روز کافتند و نیافتند. بعد مردک امید را از یافتن زن کند و زنی دیگر گرفت. چون عادت به این زن هم دست برداشت و ولیکن تهدیدی اگر دست رسانی به پیش غول میروم را شنیده زنش را دیگر آزار نمیداد. کارهای مزارع را نیز همراه میکردند. درباره غولک و زنکی گم شده همین قدر معلوم بود که صیادان یا چوپانان حکایت میکردند. آنها میگفتند که بعضن شبانه از یاله ناز خنده و هیاهوی را میشنوند و اگر جرأت کرده به آنجا روند شاهد چنین منظره میشدند. غول زنی را به پشت سوار گرفته از یاله ناز به پشت ساز میبرده است و از پشت ساز به تیغه باز میبرآورده است. گاهی در پرتوی ماهتاب میدیدند که غول سری زنک را از سبوشکا تازه میکرده است و زنک کاه کاه میخندیده است. این خنده آنقدر از ته دل بود که درده هم آن را میشنیدند. خروسکی پرپاپوپه. خروسکی همسایه کلنگ داشت. خروس بود ذات کلنگ. 7 پشت کلنگ خط و چک شده معلوم و مشهور گشته طبع دل دور رانده بلاخیل مردانه با جمله حیات خروسانه خود در تابه نقطه گذاشته بودند. از این رو یگان مرغ طعنه کرده کلنگ را تو خروس حرامی یعنی اینکوباتوری یا صغیره دام یعنی از فرمه مرغ‌پروری گفته نمیتوانست. ماکیان ها کلنگ را حتی در غیبش خواجه، حضرت، ایشان حتی شاه گویان نام میبردند. آنها به کلنگ خواجه با یک حس احترام و صداقت مینگریستند، چنان که دوشیزه های هوادار فوتبال به شاه فوتبال. شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. پایان گفتار 28م. سعادت زندگی نصیبتان.